سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 28 نوامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. آخرین اخبار خورخ تا این ساعت. مذاکرات بین حکومت و اعتراضگران ادامه دارد. ده توصیه جامعه شهروندی به حکومت برای حل بحران خورخ. پروکورور بدخشان: اعتراضگران به رئیس ولایت حمله آورده وکیل پارلمان را زخمی کردند. در گذشت گنرال نورعلی شیرعلیف، سردار سابق بازرسی دولتی اتومبیلی و معاون سنگک سفروف، فوتبالباز خوجند پرویز علیزاده را به خدمت حربی بردند. در دوشنبه 3 بیخونه را با جای کار و جای خواب و لباس گرم تامین کردند. ربودن اوپل، زنازنی در کوچه نعمت قربایف و بازداشت باز دو کورچه به دست. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 28 نوامبر در خورخ، مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان که از 25 نوامبر به این سو است شاهد اعتراض است. مذاکرات بین نمایندگان حکومت و اعتراضگران آغاز یافت. جانب حکومت بر اساس طلب تظاهرگران دو پاسگاه در نزد بیمارستان مرکزی و یک پاسگاه دیگر در نزد بازار را که بعد شروع اعتراضات تشکیل شد. در این پاسگاه افراد مسلح و ماشین‌های زیر پوش هم گذاشته شده بود برداشتند، ولی 4 پاسگاه در اطراف خورخ که از سال 2018 باز عمل میکنند هنوز پابرجاست. اعتراضگران برداشتن آن پاسگاه ها را هم طلب دارند. از جانب حکومت در مذاکرات با اعتراضگران رئیس ولایت بدخشان علیشیر میرزانباد، وزیر انرژتیک تاجیکستان دلیر جمعه، سردار ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت عبدالله نوجوانوف، وکیل پارلمان عزیز گیوزاده و همچنین نمایندگان ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات در ولایت مختار کوهستان بدخشان نمایندگی میکنند. اعتراضگران نیز یک هیئت بزرگ عبارت بیش از 40 نفر را برای مذاکرات از نام آنها انتخاب کردند. منبع بامداد میگوید بسیاری از اعتراضگران همچنان اصرار می‌ورزند که رئیس سابق ولایت یادگار فیضوف در این مذاکرات از منفعت آنها نمایندگی و حمایت کند. یادگار فیضوف که از سال 2018 رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان بود، ولی روز 5 نوامبر سال جاری با یک فرمان متاسفانه طوری که تلاطم بعدی حادثه ها هم نشان داد ناسنجیده او را با گنرال علیشیر میرزانباد عوض کردند. یادآور می‌شویم اعتراض در خورخ روز 25 نوامبر در پی کشته شدن دو ساکن دهه 17 نویه روشقله از جانب مقامات آغاز یافت. اعتراضگران جسدهای کفنپیش در دست در کوچه‌های خورخ راهپیمایی کردند و سپس در میدان نزد بنای حکومت ولایت جمع شده جسدها را در روی منبر گذاشتند و به جوابگری کشیدن عاملان مرگ گلبدین زیابکوف و توتیشاه امیرشایف را طلب کردند. در رویارویی‌های روز 25 نوامبر در خورخ بین اعتراضگران و مقامات قدرتی باز یک ساکن بدخشان کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. مقامات از زخمی شدن 3 افسر کمیته دولتی امنیت ملی، یک میلیسر و یک کارمند پروکراتور خبر دادند. شام 26 نوامبر مقامات به اعتراضگران 2 ساعت وقت دادند که میدان را خالی کنند و 5 میل سلاح اتومات را که گویا روز 25 نوامبر از دست کارمندان مقامات کشیده گرفتند برگردانند. اما اعتراضگران میدان را ترک نکردند و گفتند تا زمان اجرای طلب‌هایش که از جمله به جوابگری کشیدن عاملان مرگ 3 ساکن ولایت و استعفای رئیس ولایت را در بر میگیرد به اعتراضهای خود دوام خواهند داد. روز 28 نوامبر 9 سازمان غیر دولتی تاجیکستان به نمایندگی از جامعه شهروندی مراجعتنامه را به نام پرزیدنت امامعلی رحمان قبول کردند که در آن برای حل بحران خورخ 10 توصیه داده شده است که از اینها عبارتند: یکم، مقابل اهالی شهر خورخ و ولایت مختار کوهستان بدخشان از حد زیاد استفاده بردن قوه و یراق آتشفشان فوراً قطع کرده شود. دوم، تفتیشات سر وقتی و ثمرناک همه فوت‌های شهروندان و زخمگیری‌ها از جمله در باب اساسناک و ضرورت استفاده قوه و یراق آتشفشان از جانب مقامات حفظ حقوق در دوره از 25 نوامبر سال 2021 هنگام بازداشت زیابکوف و در دوره گرد همایی از 25 تا 27 نوامبر سال 2021 در شهر خورخ گذرانیده شود. سوم،
شخصان گناهکار در ففت ساکنان ملکی در شهر خوروغ به جوابگری جلب کرده شوند. چهارم، اوید به جریان تفتیشات گذرانیده و چاره‌های اندیشیده شده اهالی سر وقت آگاه کرده شوند. پنجم، حقوق کنستیتوسیونی هر یک شخص برای برگزاری نمودن جمع‌آمد آسایشته و اظهار اندیشه خود اوید به مسائل مهمترین اجتماعی اعتراف کرده از همه گونه تعقیب شخصانی که در جمع‌آمد و نمایش‌های آسایشته اشتراک کردند چه در شهر خوروغ و چه بیرون از آن خودداری نمایند. ششم، در ولایت مختار کوهستان بدخشان دلخواه نمودهای علاقه برقرار کرده شود. هفتم، برای برقرار نمودن باوری و همکاری میان طرفها چاره‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی اندیشیده شوند تا به بازگشت به ماجرا راه داده نشوند. کمک روانی به اهالی شهر خوروغ خصوصا به زنان و کودکان اینچنین روانشناسان آموزش دیده در مرکزهای طبی شهر تامین کرده شود. نهم، برای تأسیس مرکز مستقل مانیتورینگ وضعیت در هیئت نمایندگان تشکیلات‌های جمعیتی در شهر خوروغ مساعدت کرده شود. دهم، برای رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت از جمله جلب سرمایه‌گذاری به ساحه‌های اجتماعی، رشد اینفراستراکچور، تأسیس جای‌های کاری برای جوانان و زنان، دستگیری اجتماعی طبقه‌های آسیب‌پذیر ولایت تدبیرهای ضروری اندیشیده شوند. داستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان شام 27 نوامبر در یک اظهارات توسط تلویزیون بدخشان خبر تیرپرانی روز شنبه در مرکز شهر خوروغ را تصدیق کرد. پرویز عارفزاده گفت اعتراضها را در میدان اسماعیل سامانی در مرکز خوروغ سرکردگان گروه‌های متشکل جنایی تشکیل کردند. پروکورور این اعتراضها را غیر قانونی نامیده گفت سال جاری از جانب سرکردگان و اعضایان گروه‌های متشکل جنایتی ولایت در میدان اسماعیل سامانی شهر خوروغ گردهمایی غیرقانونی تشکیل کرده شد. گردهمایی غیرقانونی روزهای 25، 26 و 27 نوامبر سال جاری ادامه یافته. اعتراضگران طلب واخوری با رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و دیگر نمایندگان ساختارهای دولتی را کردند. سنه 27 نوامبر سال جاری تخمینا ساعت 14:00 رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزاناباد علیشیر خدابردی با جمع آمدگان در میدان اسماعیل سامانی شهر خوروغ واخوری نمود. نام برده از اعتراضگران طلب کرد که ترتیبات جمعیتی را قطعاً رعایت نموده میدان را ترک سازند و آسایشتگی مردم را خللدار نکنند. رئیس ولایت در دایره وکالت‌های خود با سوال‌های اشتراکچیان تظاهرات غیرقانونی جواب‌های مشخص داده اظهار نمود که برای تحقیق خالصانه حادثه در روز 25 نوامبر سال 2021 به وقوع آمده از جانب پروکوراتور ولایت گروه فوری تفتیشاتی تأسیس یافته تفتیشات ادامه دارد. اما اعتراضگران با این قناعت نکرده از حسیات بلند اوباشی و حس بدبینی برخاستانه به رئیس ولایت و همراهان او حمله نموده با مقصد قصداً رسانیدن ضرر وزنین به جان آنها از پردمت‌های با صفت سلاح استفاده شونده استفاده نموده به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان گیاهزاده عزیز قادر ضرر وزنین جسمانی رسانیدند. با مقصد پیشگیری ادامه کردارهای اوباشانه اعتراضگران نمایندگان مقامات حفظ حقوق مجبور شدند که از سلاح سوی هوا تیری آگاهی کننده پرانند. اوید به حادثه مذکور از طرف پروکوراتور ولایت مختار کوهستان بدخشان با ماده‌های 328 قسم 2، 330 قسم 1، 237 قسم 3 بند ا و 110 قسم 2 بندهای ا و ژ کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده پیشبر تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. از ساکنان شهر خوروغ و دیگر ناحیه‌های ولایت احترامانه خواهش کرده می شود که ترتیبات جمعیتی و آسودگی مردم را خللدار نسازند چونکه هر یک عمل غیر قانونی گفت پرویز عارفزاده. اما در حالی که پرویز عارفزاده تنها به هوا تیر آگاه کننده پراندن کارمندان مقامات را تصدیق می کند،
تظاهرگران درباره جراحت برداشتن 4 نفر در تیرپرانی روز 27 نوامبر خبر می‌دهند. اعتراضات در خروغ روز 25 نوامبر در پی کشته شدن 2 ساکن دهه 17 نویه رشقله از جانب مقامات آغاز یافت. اعتراضگران جسدهای کفنپیش در دست در کوچه‌های خروغ راهپیمایی کردند و سپس در میدان نزد بنای حکومت ولایت جمع شده جسدها را در روی منبر گذاشته و به جوابگری کشیدن عاملان مرگ گلبدین زیوبیکوف و توتیشاه امیرشایف را طلب کردند. در رویارویی‌های روز 25 نوامبر در خروغ بین اعتراضگران و مقامات قدرتی باز یک ساکن بدخشان کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. مقامات از زخمی شدن 3 افسر کمیته دولتی امنیت ملی، 1 میلیسا و 1 کارمند پروکراتور خبر دادند. شام 26 نوامبر مقامات به اعتراضگران 2 ساعت وقت دادند که میدان را خالی کنند و 5 میل سلاح اتومات را که گویا روز 25 نوامبر از دست کارمندان مقامات کشیده گرفتند برگردانند. اما اعتراضگران میدان را ترک نکردند و گفتند تا زمان اجرای طلب‌هایشان که از جمله به جوابگری کشیدن عاملان مرگ 3 ساکن ولایت و استعفای رئیس ولایت را در بر میگیرد به اعتراضهای خود دوام خواهند داد. گنرال مایور نورعلی شیرعلیف که در وقتش معاون سنگک سفروف و سردار شتاب فرانت خلقی یکی از جانب‌های جنگ شهروندی تاجیکستان و سالهای طولانی سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود، شب 27 نوامبر در سن 70 از عالم چشم پوشید. یکی از نزدیکان گنرال به پایگاه خبری بامداد خبر داد که وضع سلامتی نورعلی شیرعلیف بگاه 27 نوامبر بد شد و فشار خونش یک بار بالا رفت. گنرال را اهل خانواده زود از منزلش در جماعت روسیه به بیمارستان استقلال بردند، ولی متاسفانه به بیمارستان رسیده تخمینا ساعت 8 بگاه شنبه جان داد. گفت صحبت بامداد جنازه گنرال را برای دفن به زادگاهش نویه خوالینگ فرستادند. نزدیکانش خبر دادند که نماز جنازه روز 28 نوامبر ساعت 13 در دهه لاهوتی نویه خوالینگ برگزار می شود. نورعلی شیرعلیف 23 اپریل سال 1951 در خوالینگ به دنیا آمده رشته مکانیک دانشکده کشاورزی تاجیکستان را ختم کرده است. او سالهای زیاد در مؤسسه سلخوزتکنیک نویه خوالینگ به حیث مهندس، سرمهندس و سردار این مؤسسه کار کرده. سال 1991 به مقام معاون رئیس نویه خوالینگ رسید. نورعلی شیرعلیف ماه سپتامبر سال 1992 به صف فرانت خلقی یکی از طرفهای جنگ شهروندی تاجیکستان رسید و از جانب سنگک سفروف معاون رهبر و سردار ستاد فرانت خلقی تعیین شد. گنرال سید انور کاملوف در خاطره‌هایش می‌نویسد محض نورعلی شیرعلیف نفری بود که سنگک سفروف را راهنمایی می‌کرد و از بسیار کارهایی که می‌توانستند آبروی فرانت خلقی را بریزند منع می‌کرد. دیگران به نوشته گنرال کامالوف چنین جرأت نداشتند. بعد پیروزی فرانت خلقی نورعلی شیرعلیف ماه اپریل سال 1993 معاون وزیر مدافع تاجیکستان تعیین شد. گنرال سید انور کامالوف در خاطره‌هایش می‌نویسد که به نورعلی شیرعلیف برای خدمت‌هایش چندین منصب پیشنهاد شده بود، ولی او معاون وزارت مدافع را پذیرفت، چون که به گفته‌اش اکثر جنگیان فرانت خلقی به ساختارهای همین وزارت گذشته بودند. سال 1995 نورعلی شیرعلیف سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تعیین شد و 10 سال رهبری این نهاد را به عهده داشت. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که کارمندان میلیسیا در نتیجه گذراندن کارهای پیشگیری کننده معین کردند که دانشجوی بخش سیوم فاکولته مالیوی اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان محیدینوف خدای نظر سال تولدش 2001 استقامت کننده نویه یووان جماعت دیهات دهنه با اتوماشین شخصی تمغه تویوتا کرولا رقم قید دولتیش 3144 SS01 به دانشگاه حاضر شده است. وابسته به حالت مذکور جهت قبول قرار دخلدار از جانب کارمندان میلیسیا مواد لازمه ترتیب داده شده و عنوان رهبریت وزارت معارف و علم تاجیکستان و همزمان به دانشگاه ملی ارسال کرده شده است. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه ذکر کرده است که طبق مقررات موجوده در صورت آشکار گردیدن چنین حالت‌ها دانشجو را می‌توانند به مهلت 3 سال به حقوق برقرارسازی از دانشگاه خارج کنند. از این لحاظ دانشجویان را می‌باید
وقت پرقیمت خود را به آموزش و تحصیل گذرانیده دست به چنین قانون شکنی ها نزنند و نام خود را داغدار نسازند، تاکید کرده است مرکز مطبوعات ملیته پایتخت. بر اساس یک فرمایش وزارت معارف و علم، با ماشین به درس آمدن دانشجویان در مکتب‌های عالی تاجیکستان قطعاً منع کرده شده است. این محدودیت در برابر محدودیت‌های دیگر موجوده در تاجیکستان، چون فقط در دایره عائله گذرانیدن زودروز یا محدود کردن شماره مهمانان و نامگوی طعام و حتی مقدار گوشت و برنج در معرکه‌های توی ماتم مردم از جمله تصمیم‌هایی است که در بیرون از تاجیکستان عجیب و غریب می‌نمایند. حامیان حقوق این نوع تصمیم‌ها را همچون نمونه‌های دخالت ناجا و ناضرور دولت در حریم حیات خصوصی شهروندان تنقید می‌کنند. خود دانشجویان نیز از قرار منع با ماشین به درس آمدنشان چندان راضی نیستند. در وقتش پیشگیری از خودنمایی دانشجویان ثروتمند در نزد همسبقان نادارشان یک دلیل این تصمیم نام برده میشد، ولی دانشجویان میگویند بیشتر با ماشین آنهایی به درس میآیند که پول تحصیل و تامین روزگار خود را در دوره دانشجویی از پشت ماشینشان مییابند. با گفته دانشجویان بسیاری آنها بعد درس مجبورند که چند ساعت با ماشین‌های خود کراکشی کنند تا پول زندگی را پیدا و پول تحصیل خود را جمع کنند. اکثر چنین دانشجویان ماشین‌های ارزانه که به مثل آپل دارند و از بس که در سن دانشگاه گذاشتن ماشین‌هایشان میتوانند سبب جزا دادن آنها شود، دانشجویان ماشین سوار حالا اکثر وقت ماشین‌های خود را در یگان توقفگاه نزدیک به مکان درسشان گذاشته تا دانشگاه پیاده می‌روند. اینستاگرام کانال گل تیجی که رویدادهای فوتبال تاجیکستان را پیگیری میکند خبر داد که پرویز علیزاده نیم حمایتگر دسته فوتبال خوجند را به خدمت حربی بردند. در این اواخر این دست کم دومین مورد به خدمت حربی بردن ستاره‌های ورزش در شهر خوجند است. روز 10 نوامبر همگی یک روز قبل از سفرش به چمپیونات سامبو جهان به تاشکند، باباخان میرزازاده عضو تیم ملی گشتین سامبو تاجیکستان را طریق ابلاغ مجبوری به ارتش فرستاده بودند. نصف بازیگران به روسیه میروند به مردکاری، نصف آنها را به ارتش میبرند و که فوتبال بازی میکند. به فکر شما فوتبال بازان کسبی باید خدمت کنند یا نه؟ نوشته است گل تیجی در مورد ابلاغ شدن پرویز علیزاده. پرویز علیزاده 8 مارس سال 1999 به دنیا آمده. از 1 ینور سال 2018 در هیئت تیم خوجند بازی میکند و تا 31 دکمبر سال جاری با این دسته قرارداد داشت. پرویز علیزاده سال 2018 بهترین فوتبال باز جوان ولایت سوخت اعتراف شده بود. خوجند در چمپیونات امساله با 54 امتیاز جای دوم را گرفت و KMVA و CSKA دسته وزارت مدافعه با 41 امتیاز در زینه سوم قرار داشت. میتواند صاحب مدال‌های برنجی چمپیونات شود. بسیاری مخلصان در دعوت پرویز علیزاده به ارتش دسته وزارت مدافعه را میبینند که به خاطر تقویت هیئت آن تلاش دارند. فوتبال بازان آینده دار را از دسته‌های دیگر به خدمت حربی ولی عملاً برای خدمت بیپول به هیئت CSKA وزارت مدافعه بیارند. سامانه ترانسفر مارکت ارزش پرویز علیزاده را در بازار فوتبال 100,000 یورو برآورد کرده است، ولی در صورت دعوتش به ارتش او مجبور است در هیئت CSKA وزارت مدافعه بیپول بازی کند. پهلوی دیگر مسئله که مخلصان توجه کردند این کوشش محض از حساب ورزشگران شناخته پر کردن نقشه دعوت در خوجند است. یادآور می‌شویم پهلوان 23 ساله زاده نویه کوهستان مشچا باباخان میرزازاده عضو تیم ملی گشتین سامبو تاجیکستان را که میبایست کشور را در چمپیونات جهان در تاشکند نمایندگی میکرد، روز 10 نوامبر یک روز قبل از سفرش به چمپیونات جهان از منزلش در شهر خوجند ابلاغ کرده به خدمت حربی فرستادند. مخلصان این عمل کارمندان کمیسریات حربی را هموزن خیانت به منفعت‌های کشور مانعداد کردند، چون که باباخان میرزازاده ماه ایون سال جاری در چمپیونات آسیا در همان تاشکند در وزن تا 58 کیلو در مسابقات سامبوی رزمی عنوان چمپیون آسیا را به دست آورده است. شانس داشت که در چمپیونات جهان نیز برای تاجیکستان مدال بیارد، ولی کدام با عقل از کمیسریات حربی فکر کرده است که جهان پهلوان در یگان قسم حربی به وطن بیشتر خدمت میکند تا در چمپیونات جهان.
مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که در پیشروی فصل سرما با کمک کارمندان میلیشیا در حدود ناحیه فردوسی پایتخت تاجیکستان 3 نفر به جای کار و جای استقامت معین کرده شده. در دوام هفته جاری هر سه آنها را با جای کار، جای خواب و همچنین با لباس گرم تامین کردند. از جمله حبه سال تولدش 1970 زاده نویه مومن آباد ولایت ختلان چند سال باز در شهر دوشنبه به مکان بود و باش زندگی میکرده است. کارمندان میلیشیا او را نه فقط با جای خواب بلکه با لباس گرم زمستانه تامین کرده. در مؤسسه اداره کنی و خدمت رسانی فوند منزل رقم 6 نویه فردوسی برای جای کارم پیدا کردند. میلیشیا دوشنبه قبلا خبر داد که روز 23 نوامبر 2 نفر دیگر بدون مکان استقامت معین به اداره میلیشیا دسترس گردانیده شدند. جم سال تولدش 1972 زاده شهر دوشنبه و ام سال تولدش 1998 زاده نویه یاوان نیز چند سال باز در حدود شهر دوشنبه به مکان زیست معین زندگی میکردند. مرکز مطبوعات میلیشیا شهر دوشنبه گفت آنها را در نظارت منطقوی اداره کنی و خدمت رسانی فوند منزل رقم 5 نویه فردوسی با جای کار، مزد و مکان بود و باش تامین کرده، همچنین به هر دو لباسهای گرم زمستانه تحفه کردند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. غیر قانونی ای کرده بردن автомاشین به گروه جنایت های به مقابل مالکیت روانه گردیده حساب شده، صادرکنندگان آن به صاحب ملک ضرر مادی و معنوی میرسانند. هفته گذشته در حدود ناحیه فردوسی شهر دوشنبه یک باره 2 حالت این قبیل جنایت به قید گرفته شد. جنایتکاران 2 عدد автомاشین های تمغه اوپل استرا رقم های قید دولتیش 5228 MO03 و 0147 OZ 01 را که به 2 نفر ساکنان ناحیه فردوسی تعلق داشته در نزد بناهای بلند آشیانه به نظارت می ایستادند. در وقت شبانه تخمینا ساعت‌های 1:30 با روی شکستن آینه وارد آنها شده غیر قانونی به سمت نامعلوم حی کرده بردند. در نتیجه برگزار نمودن یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی کارمندان مقامات میلیشیا شهر دوشنبه 3 نفر را همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت بالا ذکر گردیده بازداشت و به مقامات میلیشیا دسترس نمودند که آنها منگتوف شورت سال تولدش 1996 زاده و استقامت کننده نویه رودکی جماعت دیوت جمتیپه دهه سامانی، شهید جان دولت سال تولدش 1998 زاده و استقامت کننده نویه حمدانی جماعت دیوت فیض‌آباد دهه گلزار، موقتا استقامت کننده شهر دوشنبه میرزای فیضلی سال تولدش 1997 زاده و استقامت کننده نویه واسع کوچه اسماعیل سامانی می باشند. ضمن برگزاری چاره‌بینی‌های تفتیشاتی معین کرده شد که بازداشت شدگان با هم رابطه دوستی داشته نقشه غیر قانونی حی کرده بردن автомاشین را بدون مقصد تصرف تحریزی و سپس آن را عملی نمودند. طور معین گردید گمانبر شدگان در یکی از این حالت‌های جنایی автомاشین ربوده شده تمغه اوپل استرا رقم دولتیش 5428 MO03 را از حدود شهر دوشنبه به سمت نویه تیمور ملک ولایت ختلان برده در نیمرو گذاشته از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه از جانب کارمندان میلیشیا автомاشین دریافت و جهت به صاحب ملک برگردانیدن به شهر دوشنبه دسترس کرده شد. با نظرداشت حالت‌های مذکور نسبت گمانبر شوندگان طبق طلبات ماده 225 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گمانبر شوندگان در حبس پیشکی قرار و تفتیشات ادامه دارد. یک نفر ساکن شهر دوشنبه با ارسال نوار مناقشه 2 جوان از مقامات میلیشیای پایتخت خواهش نمود که نسبت ویران کنندگان ترتیبات جوانان در نوار انعکاس یافته چاره‌های دخلدار قانونی اندیشیده شود. ضمن سنجش و پیشبرد یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی 2 نفر جوان در نوار انعکاس یافته همچون گمانبر دستگیر و به مقامات میلیشیا دسترس کرده شدند. در نتیجه معین گردید که اینها شهروندان ملیکوف توکل سال تولدش 1981 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه گلپرور اویلدار صاحب 6 فرزند، تلویف جاویدان سال تولدش 1994
استقامت کننده نویه بلخی ولایت ختلان می باشند. ضمن پرسش و سنجش حادثه مذکور دستگیر شدگان تصدیق نمودند که در حقیقت صحنه 25 نوامبر سال جاری در کوچه نعمت قره‌بایف نویه فردوسی در بین روح ماشینگرد از سبب نافهمی‌های لفظی بین همدیگر مناقشه نموده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند. وابسته به حالت مذکور از جانب کارمندان میلیسیا نسبت میلیکوف توکل و تلویف جاویدان طبق طلبات ماده 460 مایده اوباشی کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده نسبت هر کدام جزا در نمود حبس مأموری به مدت 5 شبانه روز تطبیق کرده شد. کارمندان مقامات میلیسیا شهر دوشنبه در نتیجه برگزاری عملیات شرطی کرد در دوام روز گذشته 2 دلیل با خود گردانیدن سلاح سرد را از جانب جوانان معین نمودند. ضمن پیشبرد کارهای سنجشی معین گردید که هنوز هم بعضی از جوانان با خود کرد میگردانند که این عمل میتواند در خطرترین نافهمی‌های لفظی به حادثه‌های ناخوش انجامد. از جمله شهروند منورف عبیدالله سال تولدش 1997 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه جبار رسولوف که قبلا با ماده های 237 اوباشی 244 دزدی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است دستگیر کردید که در بر خود کرد داشته است. همزمان از جانب کارمندان میلیسیا شهروند احمدجان ناظم سیدزاده سال تولدش 1998 استقامت کننده نویه فرخار ولایت ختلان دستگیر کردید که از او نیز 1 عدد کرد دریافت و مصادره کرده شد. وابسته به حالتهای مذکور نسبت هر دو دستگیر شدگان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده در اساس قرارهای سود نسبت هر کدام جزا در نمود حبس مأموری به مدت 5 شبانه روز تطبیق کرده شد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.